خب با عرض سلام و ادب و وقت بخیر خدمت شما دوستان و همراهان عزیزم. امیدوارم که حالتون عالی باشه. خیلی خوشحالم از اینکه در فرصت دیگه همراه شما هستم و امیدوارم که در این ویدیو بتونیم راجع به نکات مهم و ارزشمندی که در نظر دارم راجع بهشون صحبت بکنیم، گپ بزنیم. من یک فایل میشه گفت تقریبا سیستمی رو قرار براتون آماده بکنم و راجع به یه تعداد از معاملات اخیرم با شما صحبت بکنم و خیلی برام حالا ارزشمند بود وقتی این سلسله معاملات رو خودم ارزیابی میکردم و به هر حال توی اون فرایند نگاه کردن و بررسی کردن و ژورنال کردن و اینها بودم. دیدم که شاید جالب باشه، خوب باشه بیام راجعش صحبت بکنم که این مسیر تجربی من از نگاه کردن به مارکت و یاد گرفتن از مارکت منو به چه سمتی برد و چقدر خوشحالم و چقدر خدا رو شکر میکنم که در این جایگاه و این فهم از معاملات رسیدم. و خب شاید میگم اشتراک دادن این تجربیات و این سوق دادن شما به گوش دادن به ندای قلب خودتون و به اون اعتماد کردن به اون پروسه و مسیری که داره براتون طی میشه بتونه به هر حال پوینت مثبت و نکته مثبتی باشه که بتونه به شما عزیزان کمک بکنه. خب دوستان عزیزم ببینید، داستان از این قراره که خب من با یاد گرفتن یه سری مباحث بیسیک، یاد گرفتن سیستم های معاملاتی قیمت محور، اندیکاتور محور، مدت ها به هر حال فعالیت کردم و تلاش کردم. اما از یه جایی به بعد شروع کردم به ژورنال نوشتن، یعنی تمام اون چیزی که حالا یاد گرفته بودم یه میشه گفت یه به من یه درکی داده بود از بازار و من شروع کردم با همون درکه جلو رفتن. یعنی واقعا نمیشه گفتش که اسم یا عنوان خاصی برای سیستم معاملاتی گذاشت. روی حرکت های قیمت متمرکز بود، روی رفتار هایوله ها متمرکز بود. یه سری قوانین رو من در اثر مشاهده قیمت که آقا مثلا وقتی هایوله ها اینطوری خوردن این واکنشه میتونه ازش اتفاق بیفته، این در اثر مشاهده، در اثر حضور به این نقطه رسیده بودم و شروع کردم به ترید کردن و ادامه دادم و هی معاملات ژورنال میشد، هی مسیر بررسی میشد، فیدبک میگرفتم. خب الان اینجا رو اینطوری زدم، مثلا این اتفاق افتاد، پس میتونه اگه ما اینجوری این تغییرات رو داشته باشیم میتونه دیده بهتر بشه. خب و این هی ادامه پیدا کرد تا من بعد از یه تایمی، شاید یه تایم چند ماهه‌ای که سپری شد، رسیدم به یک درکی از بازار و اون درک بیسش این بود. ببینید خب سیستم‌های معاملاتی مختلف بر اساس یه سری هدف‌ها و تارگت‌ها تعریف میشن. یعنی یه نقطه ورودی داره و یعنی برای ورود یه تعریفی داره، برای خروج یه تعریفی داره، یه دلایلی داره. حالا اون خروجه چه در حالت سود چه در حالت ضرر. تفکری که من دیدم غالبا تو سیستم های معاملاتی هست اینه که اون ماکزیموم پتانسیلی که قیمت برای حرکت داره رو ما بگیریم. خب و اینو من اصلا نمیخوام بگم بده. ببینید بچا، در جهانی زندگی میکنیم که جهان نسبیت، هر آدمی متناسب با درک خودش، فهم خودش از این جهان به هر حال تجربه‌ای کسب میکنه. این صرفا تجربه من بود، من این شکلی راحت تر بودم. میدونیم من دلم نمیخواست ساعت ها پشت چارت باشم، نمیدونم معاملاتم باز بمونه شبها. با میدونید بچه‌ها، چون وقتی معامله بازه ذهن شما ناخودآگاه شما درگیر اون پوزیشن هست. اینکه شما بگی من سوین کارم تایم بالا میزنم، تایم های خیلی بالا میزنم و اصلا مهم نیست برام مثلا یه پوزیشن باز کردم، خیلی واقعا این میشه گفتش که از واقعیت به دوره. به هر حال بخشی از ذهن شما درگیر این پوزیشن هست و اگر تو ضرر بره تو تایم مثلا چند روز چند هفته تو ضرر بره، قطعا شما رو میتونه کلافه کنه، قطعا شما رو میتونه تحت تاثیر بذاره. پس میشه گفتش که حالا حداقل تجربه من این بوده. یعنی من اگر خودم هم یه تایمی اومدم تایم خیلی خیلی بالا کار کردم، الان در حال حاضر نمیشه گفت سوین کارم، نمیشه گفتش که اسکلپ کار میکنم. یعنی تایم فریم های من تقریبا تایم فریم های مثلا میانه است، 5 دقیقه، 10 دقیقه، 15 دقیقه. حالا این تایم فریم هاست، بیشتر تایم فریم اون نهاییم. خب و عرضم موضوعتون که این تفکر
که آقا ما بیایم و تا جایی که میتونیم مارکت رو بگیریم، ضررهامون کوچیک باشه، سودامون رو تا جایی که میتونیم باز بذاریم مثلا ریواردهای بزرگ بگیریم. خب من خب مدتی میگم با این تفکر کار کردم، آقا مثلا این موج الان تا اینجا میتونه بره، من تا اینجا رو بگیرم. خب این یه سری عیب ها برای من داشت و اینو من بچه‌ها بر اساس همون فیدبک گرفتن از مارکت و میشه گفتش که ارزیابی و اون ژورنال کردن خودم به دست آوردم که من دچار طمع میشدم، دچار احساسات مبتنی بر نتیجه، احساسات مبتنی بر پول میشدم و نمیتونستم اون کیفیت صحیح معاملاتی رو به نمایش بذارم. خودم مثلا حس راحتی نداشتم، حس میکردم که ببین ما نباید من به خودم میگفتم بچه‌ها تمرکزم نباید روی گرفتن بیشترین مقدار ممکن باشه، من باید تمرکزم روی گرفتن مطمئن ترین بخش ممکن باشه. میدونی من میگم آقا الان این طبق این شناختی که من دارم، تسلطی که دارم، مهارتی که دارم، قدرت تحلیلی که دارم، الان از این لول تا این لول حرکت قیمت مطمئن ترین حالت ممکن. درسته بازی احتمالات، شما هیچ وقت نمیتونی بگی 100%، ولی بر اساس اون شناختت میفهمی یه سری لول ها، یه سری حرکت ها، یه سری خورده شدن یه سبکی از هایوله ها شما رو میرسونه به این آگاهی که الان قیمت این مسیره رو حداقل میتونه بره، یعنی اون مطمئن ترین بخشی که میتونه قیمت حرکت بکنه. و این از طرفی وقتی من مثلا تیپی های مشخص و کنترل شده داشتم، ببین تو این حالت خب من استاپم مشخصه، تیپی من مشخصه، تیپی های خیلی مثلا اگه بخوام با زبان ریواردی صحبت بکنم و بگم مثلا شاید ماکسیمم خیلی یه پوزیشنی من بگیرم ریوارد 2، خب حالا بین 1 تا 2 نوسان میکنه، بعضا شاید از 1 هم کمتر باشه. خب ولی من اصلا به اینا میگم ذهن من این بود که آقا تو اصلا رو این فاکتورها تمرکز نکن، یه جایی شاید قیمت نتونه از اون لول بره بالاتر، شاید اون سطح مهمیه که باید همونجا خارج شی. این نمیشه که به مارکت بگی من چون ریوارد 2 میخوام پس تو این پوزیشن میمونم. الان مارکت اینجا تو این بخشم تو میتونی بمونی. خب و خلاصه بر اساس این مشاهده‌ای که روی احساسات و نتایج و تجربیات خودم از مارکت داشتم، تصمیم گرفتم که بیام سیستم معاملاتی رو به سمتی ببرم که تمرکزش گرفتن بخش‌های مطمئن بازار باشه. خب و این به من جواب داد. می‌بینید بچه‌ها ذهن من رها شد، ذهن من آزاد شد از طمع، از زودتر رسیدن، از زودتر پول درآوردن، از اینکه من چقدر باید بگیرم، از اینکه چقدر بگیرم تیپی تارگتم پر میشه، فاز یکم پر میشه، برداشت سودم انجام میشه و این چیزا. ذهن من خودم آگاهانه ذهنمو تهی کردم از اینها. اصلا به فاکتورهای کمی و اون فاکتورهای میشه گفت حالا مثل ریسک ریوارد، مثل اینکه چقدر سود کنم، اینکه ریواردم چند باشه، یه چیزای شبیه، یعنی تا چقدر میتونم این پوزیشن رو باز بذارم، خب تا اینجا اگه بره انقدر سود میکنم پس بذار انقدر باز بذارم. اینا رو گذاشتم کنار و یه سری قوانین اتفاقا کنترل کننده برای خودم گذاشتم، کنترل کننده اون میزان گرفتن میزان سود. آقا من اینقدر در روز گرفتم میام بیرون، این تعداد مثلا، حالا اون اگه بشم بگم هدف اصلی من چیه، یه پوزیشن به هر حال خوب بگیرم توی موقعیت معاملاتی، یه پوزیشن مثلا تیپی خوب بگیرم دیگه، اون پوزیشن دیگه دستش نمیزنم. میدونی یعنی نمیگم آقا بذار تیپی رو باز کنم بذارم بره. خب وقتی اصطلاحاً ببین تو هر بیس من اصلاح اولش رو میگیرم. خب حالا بریم روی چارت بیشتر بهتون توضیح میدم، توی 10 دقیقه رو سعی میکنم رو چارت بریم و راجبش صحبت بکنیم. ولی نکته مهم اینه که من اومدم رو نقاط چرخش قیمت تمرکز کردم و روی اون قسمت‌های اولیه روندها متمرکز شدم، اصلاحات اول روند متمرکز شدم و با توجه به اون فرمت حرکت، حالا اصلی یا اصلاحی بودنش، که این موارد رو میگم بحث سیستمی رو من به صورت کامل توی اون محتوای سیستمی خودم توضیح دادم. اگر هر کدوم شما علاقه‌مند بودید در مورد سبک من، اطلاعات من، تجربه من بیشتر بدونید، میتونید حتما پیام بذارید، بچه‌ها راهنماییتون میکنن و استفاده بکنید. من روی لایف تریدا خیلی توضیح دادم، حالا روی این ویدیو هم مثل توضیحات رو به شما میدم، اما میخوام از شما ببینید که چقدر زیبا من روی
تمام میشه گفتش که اون هایولوهای اصلی یا اصلاحی که توی تایم بیس خودم تشخیص دادم توی حالا نماد طلا و یورو، تونستم تو اون مطمئن‌ترین حالت ورود بکنم تو هم اصلاحات اولیه، اصلاح اول، و اون مطمئن‌ترین بخش بازار رو بگیرم و بیام بیرون. و بعد خیلی جالبه که قیمت مثلا توی یکی دو تا پوزیشن‌های من خیلی حرکت کرده، اما باور بکنید من اذیت نمی‌کنه، چون من این تضاد رو تجربه کردم. تجربه کردن گرفتن میزان سود بیشتر یا گرفتن بخش مطمئن بازار، و دیدم شاید یه بار، دو بار، سه بار قیمت اونجا به من حال بده، سودای بزرگ بکنم. ولی این تفکری که مبتنی بر نتیجه و پوله در نهایت منو به زمین میزنه، در نهایت ضررهای منو بزرگ میکنه، در نهایت خیلی اتفاقای منفی رو برای من به وجود میاره. و من مدت هاست که سعی کردم این رفتار و این شخصیت رو در خودم نهادینه بکنم که روی مطمئن ترین بخش های مارکت متمرکز بشم و هدفم گرفتن سود زیاد نباشه، سود مطمئن و مشخص، و اجازه بدم که این شخصیت و این تکراره منو به اون اهدافم برسونه در گذر زمان. نه اینکه من بخوام توی یک موقعیت معاملاتی، توی یک ترید بخوام به اهداف معاملاتی، به اون نتیجه دلخواهم برسم، در واقع راه 100 ساله رو بخوام یک شبه طی بکنم. خب بنابراین بریم روی چارت. من این سری موارد خدمت شما دوستان عزیزم توضیح بدم. ببینید من روی متا تریدر بیام، این تعداد تریداری هایی هستش که من از تقریبا 1 آگوست، یعنی از دیروز و امروز گرفتم. شما نگاه بکنید الان تایم فریم 5 دقیقه هستش. حالا ورودها رو نگاه بکنید، من اینا رو همه رو بهتون توضیح میدم که چه دلایلی داشته. روی یورو رو اگه من بهتون توضیح بدم، باز این پوزیشن های بایی که اینجا داشتم روی اصلاحات اولیه، روند، و بعد ببین پوزیشن چقدر حرکت کرده. باور بفرمایید که امروز NFT وقتی اعلام شد، روز جمعه بود دیگه، جمعه اول ماه بود اعلام شد، روی این اصلاح من میخواستم وارد بشم، اما به این دلیل که اصلاحات اولیه بیس من نبود، من گفتم دیگه الان من مجاز بای نیستم و این بای خیلی خوب رو ازش گذشتم. و باور بکنید که دوست عزیزم اصلا الان نه ناراحتم بابتش، نه اینکه چقدر سود زیادی رو از دست دادم، چون میدونم که دنبال رفتن این فکرها منو به چه سرانجامی میرسونه و من چه آسیب‌های بزرگی میتونه وارد بکنه. برای همین من اصلا برام اینا مهم نیست. چیزی که برام مهمه اینه که طبق ستاپم ورود کنم. این از این بیس بای و این بیس اصلی که من خارج شدم اومدیم اینجا. البته این بیس اصلاحی بود، حالا میریم روی تریدینگ ویو بهتون توضیح میدم، چون حالا این بیشتر پلتفرم معاملاتی هست و من بحث تحلیل رو میریم اونجا توضیح میدم خدمتتون. ببینید اینجا صبر کردم، قیمت اومد به اشباه‌ترین حالت ممکن خودش رسید و اینجا هم با توجه به اینکه بیس هم تو این فرمت به من اصلاحی بود، با گرفتن تیپی زیر محدوده 33% که حالا محدوده 33% رو میگم ما توضیحات کامل راجبش دادم، از این پوزیشن سل خارج شدم به پوزیشن خیلی دقیق. پوزیشن های طلا رو دیدید چقدر خوب و عالی. ببینید پوزیشن باز بعد از اگه من باز میذاشتمش چقدر تو سود میرفت. ببین این تفکر باعث شده که من اینجا خارج شم و قیمت بر نگرده منو استاپ کنه، بر نگرده بیاد بالا منو استاپ کنه. پوزیشن این پوزیشن باز اگر باز میمون، ببین در واقع میشه گفت در اون مبدأهای استارت یک حرکت مطمئن ترین بخش اون انرژی اولیه است. میدونی اصطلاح حالا میشه گفت این قدیمی کارا، اون حرکت بزرگ، اون حرکتی که بعد از تایید شدن یک روند اتفاق میفته و یک انرژی تخلیه میشه. من قسم گرفتن کل اون انرژی نیست، قسم گرفتن بخشی از اون انرژی که مطمئنه و با توجه به اون فرمت اصلی یا اصلاحی بودنش به 100% یا 200% تقسیم میشه. خب بریم روی تریدینگ ویو. ببینید من مثلا در مورد ترید دوستان در مورد تریدهای طلا صحبت بکنم. ببینید ما اگر توی 15 دقیقه من بیام هایولوهای خودم رو مشخص بکنم، حالا این هایولوهای آخری که من روشون ترید انجام دادم رو مشخص بکنم، که این تعیین هایولوها، ببین چون ما هایولوهای خیلی زیادی توی چارت داریم، اینا همه هایولوهای نقاط چرخش قیمت.
من کدوم هایلو رو باید انتخاب بکنم؟ یعنی خود این موضوع یک موضوع بسیار گسترده است که من راجبش خیلی صحبت کردم که ما بین این همه هایلویی که داریم با چه زومی ببینیم چارتو، با چه هایلوهای با کیفیت تر و بهتری هن و اونا رو بعد بذاریم اسکلت تحلیل خودمون و بگیم حالا روند اینه، حالا بگیم لول سطوح مهممون اینه، حالا نفوذها اینه، حالا امواجمون اینه، فرمت اصلیمون اینه. یعنی همه چی روی هایلو سوار میشه. خب ما اینجا با این حرکت اومده بودیم بالا، پس من تو یک بیس اصلاحی بودم. اینجا بعد از تاییدیهایی که اتفاق افتاد، یه ترید سل رو اگه دقت می‌کردید، من اینجا وارد شدم روی این لول و 100% تی پی رو گرفتم. میریم برای ترید بعدی. ترید بعدی که من انجام دادم، بله ترید سلی بود که اینجا اتفاق افتاد. ببینید ما اینجا بازی بای رو هم من اینجا فکر کنم بله گرفتم. ببینید بعد از تایید بیس ساختار شکنی تو هایلوهای کوچیک‌تر توی تایم فریم 1 دقیقه، چون بیس اصلاحی بوده. حالا میگم اینا نکات داره واقعا که چرا تو بیس اصلاحی ما انقدر دقیق‌تر نگاه بکنید. حتی اون ترید روی بیس اصلاحی یورو هم خیلی سریع اتفاق افتاده. یعنی یه سری نشانه ها چون ترید بیس اصلاحی دوست عزیزم ریسک داره، ما نباید لفتش بدیم، نباید اجازه بدیم، چون این اصلاحه، یه قرار تخلیه انرژی، یعنی نفسی بگیره قیمت دوباره حرکت بکنه. پس چون پوزیشن ریسکی هست ما نباید لفتش بدیم و این نکات حالا میگم صحبت شده، خیلی راجبش حرف زدم. و اینجا این پوزیشن سل اتفاق افتاد، پوزیشن با اینجا اتفاق افتاد و البته این ترید روی این بیس ترید اصلی بوده. من تی پی چند درصد براش گذاشتم؟ بله تی پی 200% براش گذاشتم، به همین دلیل که بیس اصلی من بوده. این بیس اصلاحی بوده. ببینید اینجا روی این بیس من سوار شدم تقریبا تا هم محدوده 33% این موج رو. ببینید هایلوهای اصلی من ایناست دیگه، قیمت میاد به سطح 33 میرسه، دوباره این واکنش میده میاد بالا به دلیل تاییدیهایی که از تایم فریم بالاتر داشتم. کلا دید سل رو به طلا داشتم، یعنی این چند روز اخیر. برای همین وقتی دوباره محدوده اومد بالا، اینجا تا محدوده 33 من پوزیشن خودم رو هولد کردم، البته بالاتر از محدوده 33 خارج شدم ازش بعد از تاییدیایی که اینجا داشتم. قیمت دوباره میاد بالا، دوباره مجدد توی بیس اصلی دیگه. حالا ما میتونیم این بخش رو اگر به این شکل کل این محدوده سایدوی رو بعد از این قیمت اجرا میشه و میاد اینجا دوباره یه های بالاتر ما میزنیم. تو لایو بازار این برای من اصلاحی بوده. خب و بعد از اینکه میاد سقف بالاتر میزنه این میشه بیس اصلی و ما اینجا میایم مجدد توی بیس اصلاحی دیگه. و عرضم به حضورتون که این ترید هم مجدد بعد از ساختار شکنی که اینجا اتفاق میفته وارد پوزیشن تی پی 100% و بعد نگاه کنید حالا اینجا اون همون نقاطیه که میگم دیگه چرخه ها میفته رو هم دیگه، یعنی تایم فریم 4 ساعته ریورس میده یا استارت یه شکلی موج رو میزنه تو 15 دقیقه روند میخواد عوض بشه. الان چون این کفو زد دیگه بیس اصلی تلقی میشه، یعنی همون بیس اصلاحی که بعدش تبدیل به یک بیس اصلی میشه چون روند عوض میشه. خب و اینجا با این که من میتونستم بگم که آقا خب این بیس اصلاحی الان یه بیس اصلی میشه، من میتونم بیس اصلاحی میتونه بیس اصلی بشه، بس من میتونم پوزیشنم باز بذارم. اما باز اینجا من بنا به اون هویتی که در اون لحظه داشته تی پی 100% گذاشتم و از این پوزیشنم خارج شدم. اگر دقت بکنید تمام معاملاتی که اجرا شده اینا همه در اون مطمئن ترین بخش بازار بوده و من این رشدی که حالا حساب معاملاتیم توی این مدت کرد، توی همین 3-4 روز یه هفته اخیر کرد با اجرای دقیق معاملات روی بیس ها، روی اصلاح اولشون، روی گرفتن اون مطمئن ترین بخش بازار و خارج کردن ذهنم از این که آقا حالا چقدر بگیریم، چجوری میشه، چقدر سود کنیم، چقدر باید نیاز دارم، چقدر پول میخوام، یا هر چیزایی که تو ذهن تریدر میاد، این چیزا اینا رو بذاره کنار، از ذهنش خارج کنه، فقط تمرکزش این باشه که بهترین و با کیفیت ترین معاملات اجرا کنه، فارغ از نتیجه مادی که داره، فارغ از بحث کمی که براش داره. این میتونه دوستان عزیزم شما رو در دراز مدت سوده بکنه و یک شخصیت و هویت خوبی رو به شما بده. توصیه پایانیم تو این ویدیو تموم شد. فقط میگم قصد داشتم که به شما نشون بدم که
اون تسلط و تجربه معاملاتی که حاصل، میشه گفت بی ربط نیست به نکته آخری که میخوام بگم، حاصل از ژورنال نوشتن، حاصل از شناخت مارکت، دوست شدن با مارکت، زندگی کردن با مارکت، حضور در کنار اونه و یاد گرفتن از اون چیزی که خودش داره به ما آموزش میده. این همون مسیریه که شما دوستان عزیزم باید طی بکنید. و میگم انقدر من دیدم آدم‌هایی رو که میرن به راه رفتن این و اون نگاه میکنن، آخر راه رفتن خودشون هم یادشون میره. پس به اون تجربه خودمون اعتماد بکنیم و سعی بکنیم فالوش بکنیم، به ندای قلبمون گوش بدیم، از موارد کمی رها بشیم، ژورنال نوشتن یکی از اصلی ترین تمرینات هر روزه خودمون بکنیم و من به شما قول میدم که زمان زیادی نمیبره که اون آرامش و اطمینان و کیفیت بالای معاملاتی رو تجربه میکنید. خیلی از شما سپاسگزارم که تا این لحظه منو همراهی کردید، این ویدیو کنار من بودید. امیدوارم که هر کجا که هستید شاد و سلامت و موفق باشید. خدا نگهدار شما.